سلام به مخاطبین عزیز زاین. خیلی خوشحالیم که با قسمت 4 پادکست زاین در خدمتتون هستیم. این اپیزود با موضوع دیزاین و حکمرانی به شما تقدیم میشه. من نگین یشمی هستم. در این روز پاییزی در کنار بیژن آریانا، مازیار رضایی و وحید صادقی قرار هست که به این موضوع جدید بپردازیم. اگر که پادکست قبلی ما رو دنبال کرده باشین، بحث ما از موضوع فرهنگ و بحران شروع شد و به موضوع هویت یابی و هویت سازی رسید و حالا میخوایم در مورد دیزاین و حکمرانی صحبت کنیم. بیژن، بحث رو با تو شروع کنیم و ببینیم که چطوری پیش میره. مرسی نگین جان. منم به همه مخاطبین عزیزمون سلام میکنم. خب همونطور که گفتیم ما از بحران شروع کردیم، بعد ادامه دادیم با فرهنگ و هویت سازی یا هویت یابی، حالا هر اسمی که بشه روش گذاشت، سلف آیدنتیفیکیشن. و خب توی خیلی از این موضوعاتی که در موردش صحبت میکردیم، بخشی از مطلب مربوط میشد به نوع سیاستگذاری که در یک کشور وجود داره. حالا اینکه کشور هویت خودش رو چطوری تعریف میکنه، که سیستم اقتصادی و صنعتیش چطوره، رویکردش به توسعه چطوره، اینا همش به خیلی از این موضوعاتی که در موردش ما صحبت کردیم ارتباط پیدا کرد. برای همین در ادامه بحث‌های قبلی الان به سراغ بحث دیزاین و حکمرانی اومدیم که نکته‌ای هستش که فکر میکنم فقط منحصر به ایران نباشه. یعنی چیزی هست که ما توی کشورهای مختلف دنیا میبینیم که بهش امروز خیلی بیشتر توجه میشه. یه مثال رو قبلا زمانی که در مورد هویت صحبت میکردیم آوردیم، در مورد سوریه بود که بعد از این تحولاتی که در سوریه اتفاق افتاد، سیستم جدیدی که در سوریه اومد، حالا ما کاری به خوبی یا بدی اون سیستم که دوستش داریم یا نداریم نداریم، واقعا به ایدئولوژی سیاسیش کاری نداریم، ولی در گام اول، یعنی شاید هنوز 1 سال از استقرارش نگذشته بود، تلاش زیادی کرد که یک ویژوال آیدنتیتی، هویت بصری جدیدی برای خودش تعریف بکنه و در بالاترین سطح هم به این مسئله اینا توجه کردن و حتی یک کنفرانس خیلی بزرگی هم براش گذاشتن و سعی کردن که هویت بصری جدید برای کشور خودشون تعریف بکنن بعد از تحول سیاسی که در سوریه اتفاق افتاده. ولی این مسئله فقط حالا به کشورهای در حال توسعه منحصر نمیشه. یه خبر جالب دیگه که توی در واقع چند ماه گذشته اتفاق افتاد این بودش که در آمریکا هم که یک دپارتمان جدیدی رو تعریف کردن برای در واقع افیشنسی بهتر، که با دولت جدید ترامپ این دپارتمان شروع به کار کرد. یک رئیس دیزاین برای کشور تعریف کردن که این رئیس دیزاین هم در واقع کسی بودش که تجربه تجاری قبلا داشته، که از هم بنیانگذاران Airbnb بود به اسم جو گبیا، که قبلا هم زمانی که روی Airbnb کار میکرد خیلی در مورد این صحبت کرده بود که اون دیدگاهی که از طراحی صنعتیشون در واقع طراح صنعتی است که فکر می‌کنم جورجیا تک هم درس خونده باشه اگه اشتباه نکنم، امیدوارم اشتباه نکنم، خیلی در مورد این همیشه صحبت میکرد که اون دیدگاهی که از طراحی صنعتی گرفته چطور بهش کمک کرده که اصلا این بیزنس جدیدش رو ایجاد بکنه. حالا خیلی عذر میخوام، به عنوان رود آیلند بوده بیژن جان، من اینو فقط رود آیلند. بله. مرسی. و خب الان که این موقعیت گرفته تو این دپارتمان جدید، خیلی هم دارن بهش انتقاد میکنن که تو رفتی مثلا با ترامپ به عنوان آدمی که دموکرات نیست و حالا شخصیتش اینجوری داری همکاری میکنی، و خیلی هم از حرفی که زده بود خیلی بهش حمله میکردن و در واقع اولین حرفی که زده بود این بودش که زمانی که مردم بخوان از خدمات دولتی در آمریکا استفاده بکنن، واقعا باید احساس کنن که یک سرویس مثلا خیلی خوبی دارن میگیرن، مثلا اینکه یک کاستمر اکسپریانس عالی دارن از یک بیزنس میگیرن. و همین که خب این واژگان تجاری و کاستمر اکسپریانس رو استفاده کرده بود، خیلی بهش حمله کرده بود، یعنی هم به خاطر همکاری با این دپارتمان جدید در دولت ترامپ و هم به دلیل اینکه خب مثلا خیلی هم گفتن مگه خدمات عمومی چیز تجاری که شما در موردش اینطوری صحبت میکنید. ولی حالا
باز میگم من نمیخوام اصلا قضاوت سیاسی در مورد اون شخص بکنم، ولی زمانی که خب یه مقدار آمریکا رو با بقیه کشورهای توسعه یافته به ویژه وقتی با اروپا مقایسهش میکنیم میبینیم که حرفی که زده با تجربی که قبلا در اروپا وجود داشته حرف خیلی بی ربطی نبوده. یعنی ما میبینیم که در خیلی از کشورها این دیدگاه داشتن یک حالا مسئول یا یک دفتر مختص به دیزاین برای حکومت، برای دولت، حالا بهتر بگیم برای دولت وجود داشته. مثلا در انگلیس چنین دفتری هست که تمرکز خیلی زیادی هم به ویژه روی طراحی خدمات دولتی میکنن و خب خیلی از سیستم‌های دولتی خدمات رسانیشون رو شاید 15 سال پیش 20 سال پیش ارتقا دادن. مثلا چیزایی که به صورت آنلاین ارائه میشد و یک پارچه کردن در انگلیس. آموزش میدن به تمام بخش‌های عمومی در انگلیس که مثلا چجوری سرویس رو طراحی کنن، چجوری یوزر اکسپریانس رو طراحی کنن و خیلی از رویکرداشون هم در واقع چیزایی هست که از همون محیط‌های تجاری یاد گرفتن. و حالا این حمله‌ای که در آمریکا بهش، چون تو آمریکا خب ما اینو نمیدیدیم، البته خب شاید به صورت مجزا در دپارتمان‌های مختلف، در وزارتخونه‌های مختلف، خدمات مختلف وجود داشته، ولی به صورت یک پارچه خب حالا من اونجا زندگی نکردم ولی حداقل در ارتباط مثلا خیلی کمی که گاهی اوقات نمیدونم واسه گرفتن ویزا یا سفر کردن به اونجا یا مثلا چک کردن بعضی از اطلاعات و استانداردها توی بخش مختلف دولتی تجربه رو داشتم، اون یک پارچگی رو که مثلا در انگلستان شما میبینید اونجا نمیدیدید و به نظرم حرف بدی نزد. حالا صرف نظر از این که توی کدوم دولت این اختیار بهش داده شده و برای اولین بار چطوری این مسئله مطرح شده تو آمریکا، که خب این نشون میده که یک مسئله کلیدی میتونه باشه در حکمرانی، چون مردم یه بخش خیلی زیادی از کاراشون با سرویس‌های دولتی است، یه بخش زیاد از تجربه روزمرهشون در واقع با حکمرانی سر و کار داره و قاعدتا باید اینجا دیزاین هم نقش مهمی داشته باشه. حالا من نمیدونم چون شما تو کشورهای مختلف زندگی میکنید ممکنه تجربه‌های مشابهی هم داشته باشید. من حالا چیزی رو که از انگلیس خاطرم بود اینجا گفتم و مقایسه که میتونستم با آمریکا بکنم. آره این بحثا یه ذره از دید من همزمان به موضوعات دیگه هم مربوط میشن، مثلا دیزاین و اقتصاد یا دیزاین و هویت ملی یا اصلا موضوع گاورمنت از دیزاینر، یه رویکرد جدیده که دولت رو بیایم به مثابه یک طراح ببینیم. و از اون طرف باید دید که دولت ها چون این سیستم ممکن توی بعضی از کشورها جواب بده، مثل یه جای مثل انگلیس یا هلند یا کشور اسکاندیناوی. منم مثال هایی دارم که دوست دارم مطرحشون کنم، ولی این اتفاق ممکن تو این کشور بیفته چون دولت یه لایه پاسخگویی به مردم هم داره. اگر یه سیستمی، یه سامانه‌ای خوب کار نکنه، مردم به اون معترض میشن و راه‌های قانونی برای اعتراض هم وجود داره. یعنی اگر یه سامانه مثلا کار نمیکنه یا کنده یا کار کردن باهاش پیچیده است، حالا نه حتی در لایه سیاست گذاری دولتی، حتی در لایه دانشگاهی هم من یادم سامانه گلستان واقعا این همه سال از فارغ التحصیلی من گذشته، هنوز خاطرات سامانه گلستان فراموش نکردم که واقعا کار کردن باهاش، انتخابات باهاش و کارش هم نمیشد کرد. یک سامانه یک پارچه بود و اعتراض به دانشگاه یا نامه نوشتن، حتی به خود سامانه پیام دادن، تغییری توی فرآیندها ایجاد نمیکرد. دلیلش هم اینه که اون رقابت اولا وجود نداشت، یعنی یکی دیگه نبود که بگه آقا بیاین سامانه منو بذارین جای اون. دوم این بود که سامانه هرچی بود کاربرها که میشن مردم، شهروندها، ناچار بودن ازش استفاده بکنن و این یه ذره با یه جایی مثلا هلند، مثل انگلیس متفاوته، چون اینجا دولت باید به مردم پاسخگو باشه و اگه سیستما خوب کار نکنن مردم بهش معترض میشن. من دوست دارم این جنبه رو با هم دیگه ببینیم. یعنی چون مثال انگلیس رو زدی، مثلا تو همون حالا من از نزدیک اون مجموعه رو ندیدم یا باشون کار نکردم، اون KB که همون کمیسیون معماری و بیلد انوایرمنت، در حقیقت فضای ساخته شده
هستن، محیط ساخته شده، اینا حدود سال 2000 کارشون رو استارت زدن و اون کتابی هم که نوشته شده در رابطه با همین پروژه 20 سال بعد نوشته شده، ولی پروژهشون سال 2011 متوقف میشه چون دولت عوض میشه و دولت میاد میگه مثلا اقتصاد ریاضتی و اولین چیزایی که تعطیل میکنه همین بخشی است که تا قبل از اون کلی تجربه موفق داشته برای بهبود شرایط و جایگزین کردن فرآیندهای بهتر برای شهروندا با به جای اون فرآیندهایی که خوب کار نمی‌کردن. یعنی حتی تو این کشورها هم با اینکه دولت باید پاسخگو باشه، یکی از اولین جاهایی که تیغ اقتصاد و حکمرانی گردنشو میبره دیزاینران که کنار گذاشته میشن و حالا نوآوریه، میگن همون سامانه‌های قبل رو نگه داریم پیش بریم و بودجه رو خرج نکنیم. دوست دارم این جنبه رو بپردازیم بهش. حالا اتفاقا مثال جالب بود چون توی آمریکا دقیقاً مسیر فکر کنم برعکس طی شده، چون زمانی که دپارتمان جدید رو گذاشتن واسه اینکه بهره‌وری رو بیشتر کنن کلی چیزا رو تعطیل کردن و کات کردن و اینا، بعد یه دیزاینر آوردن که مثلا احتمالاً مسیر اداری رو تسریع بکنه، مثلا تعداد گام‌هایی رو که قرار شما طی بکنید در انجام یک کاری کاهش بده. و این خیلی جالبه، یعنی تفاوت دید آمریکایی و دیدی که از شرکت‌ها اومده اینجا مشخصه با یه مقداری مثلا جایی که مثلا یه جایی مثل انگلیس که قبلا دیزاین کانسیل با این دفتر دولتی که من گفتم دو تا چیز متفاوتن. دیزاین کانسیل یک نهاد غیر انتفاعی غیر دولتیه، یعنی یه جور نهاد عمومیه ولی نهاد دولتی نیست. این گورنمنت در واقع این آفیسی که در گورنمنت هست واسه دیزاین ازش متفاوته. و خب اینجا میبینیم که اون دیدی که از بیزنس اومده شاید بعضی اوقات هم بد نباشه، همیشه لزوما مشکل ایجاد نمیکنه. حالا این جالبه. من همینو خواستم بگم، چون یه جورایی اگه یه چیزی خرجش خودش در بیاره اون وقت خود اون محصولم یه قدرتی پیدا میکنه که بتونه جلوی کسی که میخواد مثلا لاینشو کلا تعطیل کنه بیسته. یعنی اگه که یه ذره بیزینسی هم دیده بشه، صرفا اینجوری دیده نشه که خب حالا یه سامانه است دولت میخواد روش کار کنه، خب بعد گام بعدی چه؟ خب حالا آدم استخدام کنیم، حالا یه دپارتمان، حالا یه ساختمون اصلا براش بسازیم. حالا در حالی که هر موقع که بحث تیم و توسعه محصول، حالا محصول دیجیتال که حوزه تخصصی خودم است میشه، من تلگرام میاد تو ذهنم که کلا با 10 تا دیولپر همچین محصولی بالاست. اینجوری هم که پس این سامانه‌های دولتی شاید با یه دونه دیولپر هم کارشون راه بیفته، یه دونه برنامه نویس هم کارشون راه بیفته. در نتیجه شاید واقعا نگاه کسب و کاری به همچین فرآیندهایی خیلی هم دور از ذهن نباشه. هرچند من با توجه به اون ایده هایی که دارم یه زاویه هایی هم ممکن داشته باشم و این نقدایی میشه بهش وارد کرد، اما به نظرم 100% منفی نیست. خب حالا این نکته که گفتی، من یه مسئله دیگه یادم اومد، چون من چند وقت پیش یه نقدی نوشته بودم روی این کتاب دیزاین دموکراسی که کیس‌های خیلی متفاوتی از جاهای مختلف دنیا رو آورده بود که خیلی‌هاش به همین مسئله حکمرانی مرتبط میشه و خب شاید جای کیس از ایران خالی بود. حالا من دیدم که وحیدم فکر کنم نکته تو این قضیه داشته باشه، من می‌خواستم وصلش کنم به کتاب دیزاین دموکراسی مازیار، ولی ببینیم وحید چی میگه قبل از اینکه پل بزنیم به بحث دیزاین دموکراسی و مازیار نظرشو بگه. سوالی که برام به وجود اومده اینه که از این آفیس دلم میخواد بیشتر بدونم کارش چیه، در چه سطحی دیزاین انجام میده. مثالی که از سوریه زدید خب در حد یه هویت بصری برای دولت بود، اما آیا این مثلا شرکتی مثل اپل یا شرکت‌های دیگه که دیزاین دریون هستن میخواد جنبه‌های مختلف دولت رو از طریق دیزاین هدایت کنه؟ میخوام بدونم در چه سطحی این دیزاین دخالت میکنه و اینکه حالا برای کسی که نمیشناسن معرفی کنیم، دقیقاً بگیم توی چه وبسایتی میتونن ببینن. یکی این نکته به ذهنم اومد، دلم میخواد بیشتر توضیح بدیم که هم خودم بدونم هم مخاطبامون.
یه نکته دیگه که این آقای ترامپ خیلی کارهای دیگه انجام داده که به نتیجه نرسیده. نمیدونم این جزو هموناست. یادم چند وقت پیش یه وبسایتی رو انداخت، یه توکنی یا یه همچین چیزی معرفی کرد، یا یه چیز دیگه متفاوتی بود دوباره. اینا به نتیجه نمیرسه، یعنی فقط یه صفحه یه وب پیج اومد بالا و هیچ اتفاقی نیفتاد. میخوام ببینم از زمان معرفی این داستان چه اتفاقی افتاده، واقعا چه کار اثرگذاری انجام داده این آفیس. حالا من حالا در مورد آمریکا نمیدونم، شاید اگه بعضی از مخاطبین که تو آمریکا زندگی میکنن در موردش صحبت بکنم بهتر باشه. واقعا نمیدونم، یعنی جوابتو در مورد آمریکا نمیدونم، ولی در مورد انگلیس اینو میتونم بگم که یه سری خدمات در سطح ملی رو طراحی میکنن، بعد یه مقدار باز کارهای آموزشی و ترویجی هم انجام میدن. یعنی خب مثلا نمیتونه همه چیزو خودشون طراحی بکنن، یه بخشی از این کار رو میسپارن به دست خود بخشای مختلف، یا نمیدونم شهرداری ها حتی، یعنی مثلا بخشای عمومی که شاید دقیقاً به طور کامل هم جزء دولت نباشن، یعنی مقدار مستقل‌تر هم حتی کار بکنن، بهشون آموزش میدن که چطوری مثلا یه سرویس طراحی بکنن. بعد انواع، حالا به سبک رایج دیزاینرها، انواع تولکیت‌ها و نمیدونم دفترچه‌های آموزشی و اینا رو هم تهیه میکنن، حتی ویدیوهاشون هم هست روی یوتیوب. و حالا سایتشون هم مثلا اون سایتی که طراحی کردن که گفتم یک پارچه کردن، اگه شما gov.uk رو برین میتونید ببینید که چطوریه دیگه. یعنی یه چیز خیلی ساده است، این سرچ انجین میمونه، تایپ می‌کنی مثلا من می‌خوام چیکار کنم، می‌خوام پاسپورت بگیرم، می‌خوام گواهینامه بگیرم، و وصلت میکنه به اون چیزی که باید انجام بدی، و مراحل رو هم مثل یه ویزارد همیشه راهنماییت میکنه با مینیمم اندازه تکستی که لازم داری. یعنی حتی مثلا واسه کارهای مهاجرتی که معمولا قوانین خیلی پیچیده‌ای داره، تو با اون قوانین روبرو نمیشی، بلکه با مراحلی روبرو میشی که بعد کار رو انجام بدی و تیکه تیکه هدایتت میکنه تا مثلا برسی به نتیجه که میخوای، یا اپلیکیشنی رو که میخوای بفرستی و کارت رو راه بندازی. و این سیستم خیلی روونی یک پارچه است. یعنی مثلا من مقایسه میکنم با سیستمی که توی سوئد هست. توی سوئد اینو نداریم، ولی خب الان اخیراً شروع کردن مثلا شبیه بهش رو حداقل از لحاظ فیزیکی ایجاد کردن، که مثلا یه جایی هست که همه کارهای دولتی تو مثلا میتونی انجام بدی. و به نظر میاد که جزو مثالای خیلی خوبه. ولی خب یه بخش از تجربهش تا اونجا زندگی نکنی نمیتونی کسب کنی. حالا من حین صحبت‌ها که صحبت میکنیم جستجو میکنم، میرم سراغ کانال یوتیوبشون هم پیدا بکنم، بعد نیستشون محتوای آموزشی خوبی هم در مورد دیزاین داره که میشه اصلا استفاده کرد. حالا بعداً توی بحث که داریم جلو میریم یا آخر صحبتامون اون کانال یوتیوبشون هم من معرفی میکنم که اگه مخاطبین خواستن برم ببینم. ولی در مورد آمریکا اصلا دیدی ندارم. حالا اینکه چیزی هستش که اثر گذاشته و دائمی خواهد بود و اینها، واقعا نمیدونم. یه نکته که من به نظرم اومد، حالا نمیگم که 100% تأثیر ماجرا رو داره، ولی فکر میکنم اینم موثره. نیروی انسانی هم خیلی تو اروپا گرون قیمته. یعنی شما اگر بخواین برای چیزهای مختلف، مثلا همین فرایند گرفتن یک سرتیفیکیت یا یه لایسنسی، یک گواهینامه‌ای، اگر بخواد انسانی هندل بشه و همه بخشا رو مثلا انسان بشینه پای تلفن جواب بده و دستی انجام بشه، لازمه که 50 نفر 60 نفر نیروی انسانی روی این کار کنن، در حالی که این با مثلا 1 یا 2 نفر هندل میشه. من این روی کردم با زور برگردیم به اون بحث اقتصاده، این روی کرده توی هلند مثلا خیلی دیدم که هر آنچه که میشه دستگاه انجام بده دستگاه انجام میده، چون نیروی انسانی گرون قیمته. یعنی حالا بحث تکریم انسان و اینا شاید باشه، ولی من فکر میکنم که بیشتر بحث هزینه مطرحه و در نتیجه هر چقدر این وبسایت در اصطلاح اسموت‌تر باشه، نرمتر حرکت کنه، راحت‌تر باشه، هر چقدر این فراینده لاجیکش، منطقش بهتر باشه، طبیعتاً کار کردن باش راحته. شما لازم نیست که دم به دقیقه تلفن رو برداری و به یه نفر زنگ بزنی و بپرسی خب این چطوری، یا حضوری بری برای هر چیزی.
من بحث کالچر شاک رو هر دفعه میکنیم. مثلا باز کردن اکانت بانک همینه، شما همین یه وبسایت رو نصب میکنی، بعد یه اکانت بانک داری، بعد کارت هم میاد دم خونه، هیچ کاری لازم نیست بکنی، بعد اینو وصل میکنی به گوشی و با گوشی همه جا خرید میکنی، سوار اتوبوس میشی. یعنی انقدر که ساده است و انقدر که پیپر ورک در اصطلاح بوروکراسی کار مثل کاغذ و اینا نداره. اصلا بعد از اون طرف همش آدم فکر میکنه که خب اینا مشکل فراد ندارن، یعنی یک کسی به کلاهبرداری کنه، این اکانت رو هک کنه اینا، و چه جوریه که همه حساباشون به یه جا وصله و این مشکلات رو ندارن. حالا جلوتر من دوستم از هلندم مثال بزنم توی این زمینه که واقعا به نظرم پیشرو و میگم، ولی باز اقتصاد یه بخششه. آدمای کمتری باید استخدام بشن، آدمای کمتری درگیر فرآیندن، هزینه دولت کم میشه. فکر میکنم اینم میتونه موثر باشه. من نگین از همین جایی که تو به موضوع اشاره کردی شروع کنم، بعد برسم به اون نکته که بیژن گفت. ببین من خودم وقتی که اولین بار اومده بودم آلمان، خیلی بانک برام مسئله بود، چون خاطرم هست و هنوزم اینطوره که شما وقتی به یه شعبه بانک مراجعه می‌کردین، خب نوبت باید می‌گرفتین که نوبت کاغذی بود، بعد بین شما و نفر بعدی معمولا یا نفر قبلی تعداد زیادی نوبت یا کاغذ از دست میرفت تا بالاخره سیستم بانک که این جدید بود برای ما، یعنی این خیلی قدیمی نیست این داستان، این سیستم مکانیزه به حال شماره رو اعلام میکرد و شما به اون باجه مراجعه میکردید و حجم زیادی کاغذ هدر میشد و هنوزم این همه الانم که داریم صحبت میکنیم این اتفاق میفته، چون نشده سیستم تازه‌ای جایگزین شه. بعد خب خیلی برام سوال بود که هر شعبه در طی یک روز چقدر کاغذ مصرف میکنه و این ضرب در تعداد شعب یک بانک و ضرب در تعداد بانک‌های ایران، خب چه عدد عجیبی است. حجم روزانه کاغذی که حالا میدونم ریسایکل به قول معروف باز چی میگن، باز آفرینی، نه به هم کمک کنید، در واقع ریسایکل واژه رو از ذهنم پرید. در حال بازیافت، مرسی، بازیافت میشه با اینها. ولی خدمتتون بگم که خب این خیلی قابل توجه بود و فکر می‌کردم مثلا تو آلمان چه اتفاقی باید بیفته. وقتی که اولین بار دیدم خب قضیه خیلی ساده بود، به حدی سیستم الکترونیک، حالا این موضوع مال الان نیست چون الان خیلی بیشتر گسترده شده، بیش از یک دهه پیش دارم عرض میکنم، به قدری قدرت داشت و شما میتونستید آنلاین حجم زیادی از کاراتون رو انجام بدید که توی بانک غیر از 3-4 نفر 4-5 نفر کسی بیشتری تو صف نبود و قضیه خیلی ساده تر برگزار میشه. فقط کافیه که شما وارد شعبه بشین، چند لحظه تو صف بایستید و بعد کارتون انجام بدید. یعنی قضیه همینقدر ساده است. من فکر میکنم این یه تکنیک آیدیشن در واقع، که تو فلسفه وجودی پدیده رو موقع دیزاین بررسی کنی و از اونجا شروع کنی دیزاین کردن. این خیلی مسئله مهمیه. تو خیلی از پدیده هامون ما در ایران فکر میکنم اینطور باید به موضوع نگاه کنیم، یعنی اصلا بپرسیم که ما با چه مواجهیم و حالا چی کار باید کرد. خیلی ما درگیر طراحی برای سوالهایی میشیم که اصل اون سوال غلطه. مثلا توی طراحی عرض بزرگ شما اتوبوس‌های BRT این مشکل خیلی وجود داشته. خیلی از اون اتوبوس‌های BRT قدیم طراحی شده بودند برای ایستادن، برای آدم بیشتری جا کردن، نه برای نشستن یا ارگونومی یا رفاه مسافران. برای این مسئله خیلی باش مواجهیم. ولی یه خورده به قول معروف دوربین رو عقب‌تر بکشم که مقدار گسترده‌تر به موضوع نگاه کنیم. وقتی که بحث طراحی ملی داریم می‌کنیم، حالا که الان داریم بهش نزدیک میشیم، تو 3 تا سطح این فکر می‌کنم اتفاق بیفته. یکی راجع به پروداکت، راجع به محصوله، مصادیق موارد چیه. یکی راجع به استراتژی و حکمرانیه و یکم فکری که پشت این هاست که خب اون فکر از همه مهمتره که منجر میشه به سیستم و منجر میشه به محصول. بنابراین ما یه خوردم کار کردیم و بیشتر باید کار بکنیم. توی زاین دارم عرض میکنم و حالا دوستان ما دیگر جاها شاید راجع به اون فکر پشت قضیه که اصلا راجع به چه جامعه‌ای داریم صحبت میکنیم، چرا اهمیت داره قضیه، راجع به چه دیزاینی داریم صحبت میکنیم و باز تعریف یا باز توصیف اینا، باز توصیف عبارت قشنگتریه، چگونه خواهد بود.
وقتی پروداکت داریم میگیم و میخوایم مصداق بیاریم، مثلا میتونیم بگیم فرش ایرانی که تو هم بهش اشاره کردی دفعه پیش، نگین یادمه که این فرش ایرانی یک محصولی است تماما ایرانی، با همه المان ها، با همه موتیف ها، فرهنگ، گذشته. خدمتتون بگم که در همه سطوح عالی ترین ارزم بزرگ شما فاکتورها رو داره و به همه چیش فکر شده، حتی به بسته‌بندیش. یعنی یک پروداکتی است که لول کردنش از 1000 سال پیش تا به امروز مصداق بسته‌بندیشه و یک محصول خودبسنده است. نیاز نیست هیچ کاریش بکنیم، چیزی بهش کم یا زیاد بکنیم، اگرچه که میشود، ولی به قدر این محصول خوب و قوی و اندازه است که تغییر درش خیلی دشواره طی صدها سال. بنابراین میشه مصداق پروداکتش. ولی راجع به استراتژی و حکمرانی که صحبت میکنیم، خب ما خیلی تو این قضیه ضعیف هستیم. یعنی اینکه دیزاینرها وارد این عرصه بشن خیلی غریب هستش. حتی این قضیه در اروپا و امریکا هم مسئله نوعیه، اما میتونم بگم ظرف 1 دهه یا 2 دهه اخیر کم کم وارد شدن و امروز همین مثالی که بیژن جان از جوگه بیا زد در واقع مصداق همین موضوعه. اون امای چی بود؟ اما اینکه مثلا راجع به انجمن طراحان صنعتی آلمان اگر صحبت میکنیم، در دهه 50 این انجمن راه افتاده، 50 میلادی، یعنی 1959. اگر راجع به انجمن طراحان صنعتی آمریکا صحبت میکنیم، 1965 به راه افتاده. اینا خیلی مسئله مهمی است. یا تاریخ دیزاین کانسل رو میخوام عرض کنم که این تشکیلات در جوامع ایجاد شده که وارد شدند و سعی کردن در سیاست اعمال نظر کنند دست کم راجع به دیزاین در جامعه. یعنی ما قانون ثبت شده بوندستاگ یا پارلمان آلمان هستش که راجع به دیزاین در دهه 50 تصویب شده. این خیلی مسئله مهمی است. میخوام عرض کنم که ما اینطور عقبیم، ولی اگر که یک نسل بیایم جلوتر، این همین مثالی که بیژن جان زد راجع به امریکا و همینطور راجع به کتاب که گفت، 2 تا فصل هستش که مشخصا به این موضوع میپردازه. کتابی به اسم دیزاین اند دموکراسی که در همه جا قابل دسترس، این نسخه لاتینش اصلا خوشبختانه به فارسی هم ترجمه شده که به اسم دیزاین و دموکراسی. خدمتتون بگم که با ترجمه خانم مریم پور اسماعیل. و 2 تا فصل هم تو که عرض کردم راجع به همون چیزی که داریم صحبت می‌کنیم دقیقاً وجود داره که مقاله رامی مرزا رو که عرض کردم حکومتمندی دیزاین ترجمه کرده که دولت خوبی است، و مقاله دوم از فریدریش فون بوریس هست، دفتر دیزاین برای دموکراسی. مقاله اول از رامی مرزا تجربه آفریقای جنوبی رو میگه و یک پروژه رو در واقع تشریح میکنه که حالا نمیخوام جزئیاتش رو بگم، واقعا به نظرم ارزشمنده. این تجربه مال شاید 1 دهه پیش هست و خدمتتون بگم که اتفاقا اون پروژه با حمایت آلمان انجام میشه و با بنیاد که نمیخوام بگم شرکت کایفه، که کایفه در واقع یک گروه بانکی هست، یعنی وامی میگیرند از کشور آلمان برای اینکه پروژه رو انجام بدن. و تجربه فون بوریس در واقع از مواجهه با رئیس جمهور آلمان هست و تشکیل این دفتر و حالا نگاهی که این موضوع مال سال پیشه، نگاهی که الان سال آینده یعنی 2016 منجر شده به این که فرانکفورت اقدام میکنه. خدمتتون بگم که برای دریافت پایتخت جهانی دیزاین که موفق میشه با موضوع و با شعار دیزاین برای دموکراسی. یعنی میخوام بگم که این اتفاقات یک باره نیست. این همون فکری است که دارم خدمتتون عرض میکنم. پس در 3 سطح شد. یکی بحث پروداکت، ما اون محصول ایدئالی که اجبه صحبت میکنیم چگونه میتواند باشه. یکی استراتژی و فکری که میشود همون انجمنها در دهه‌ها پیش و میشود همین مداخله در حکمرانی در همین مثاله که عرض کردم، و یکی فکری که اصلا منجر به هم به اینا میشه. بنابراین ما این راجع به دیزاین که صحبت میکنیم توی 3 سطح فکر میکنم که باید صحبت کنیم. حالا من این رو که دیگه هم دارم که اونو تو پارت بعدی عرض میکنم. آره یه مثالی از کتاب که زدید، اون تجربه آفریقای جنوبی، برای من اینش جالب بود که پروژه در طول زمان اون اثر اولیه‌اش از دست داده بود. مثلا اومده بودن محله‌های فقیرنشین رو بهبود داده بودن و بعد در گذر زمان اون محله‌ها چون فقیرنشین بودن
اون زیبایی بصری در سطح شهر نتونسته بود اون اثر اجتماعی مهم رو بذاره و اون شکاف اجتماعی هنوز وجود داشت. و اینی که گفتی منو یاد یه چیز دیگه ای انداخت. حالا دفعه پیشم فکر کنم دو اپیزود قبل‌تر در مورد همین موضوع مرغ و تخم مرغی که سلیقه و مشتری یا مشتری و سلیقه کدوم اینجا هم به نظرم دوباره این مسئله مرغ و تخم مرغ وجود داره. آیا یک نیازی به وجود میاد که دولت‌ها اپروچ میکنن، یعنی میرن به سمت مردم، رو میکنن به سمت دیزاینرها و کمک میگیرن از دیزاینرها که مسئله رو حل کنن، یا دیزاینرها هستند که میرن سراغ دولت‌ها و میخوان که مسئله رو حل بکنن؟ یعنی اینا تو امانه. توی مسئله مثلا موضوعات استارتاپی من مثال از برای خودمون میزنم از ایران. حالا این یه حوزه‌ای که من اطلاعاتم خوبه و از اون روزهای ابتدایی که این موضوعات مطرح شدن در جریان این اتفاقات بودم و این چیزی بود که بازار حتی یه سری شغل‌ها مثل UX دیزاینر مثلا این شغل‌ها در ایران نبودند و به خاطر اینکه بازار می‌خواست، به خاطر اینکه اکوسیستم می‌خواست، به خاطر اینکه یک چیزهای به وجود اومده بودن، این شغل‌ها به وجود اومد. و چون این شغل‌ها به وجود اومدن و چون مثال‌هایی در مارکت در بازار به وجود اومد که مردم میتونستن اینا رو مقایسه کنن، مردم میتونستن تجربه کاربری محصولات رو مقایسه کنن، سامانه‌های دولتی هم مجبور شدن خودشون ارتقا بدن. باز تجربه شخصی خودم، من یه کارت بانک ملی داشتم و رفته بودم ایران سال گذشته، رفتم که اینو رفتم بانک رو تمدید کنم و گفت که خانم برای چی اومدین؟ گفتم من کارت تمدید. گفت همین تو اپلیکیشن شما این دکمه رو بزنین کارت تمدید میشه. و واقعا شد. چرا باورتون نشه؟ یعنی یه دکمه بود تا تبلیغ بانک ملی نشه، ولی این در عرض 2 دقیقه من روی اپلیکیشن خود سامانه بانک کارتمو تونستم تمدید کنم و انقدر برای من جالب بود. گفت همین کارتی که دارین همین مثلا آپدیت میشه و شما میتونید دیگه همون شماره کارت. چرا برات جالب بود؟ چرا؟ تو الان مثلا توی هلند هم همینجوری کارت، تو هلند هم همینطوریه دیگه، خب اونجا باید همینطوری باشه. جالبیش برام این بود که یه سامانه دولتی این نیاز رو احساس کرده که من باید یه تجربه کاربری خوب رو ارائه بدم به آدما. یعنی اون تجربه قبلی من کافی نیست. چرا؟ چون آدما الان بلو بانک وجود داره، بانک پاسارگاد مثلا، حالا دارم تبلیغ همه بانک تبلیغ بانک‌ها رو داره میکنه. ولی اونا تجربه رو اصلاح کردن دیگه. این پروژه طراحی تجربه خوب بود. ببخشید من یه دو تا نکته ریز بگم بعد وحید و بیژن رو بشنویم، چون از خاطر همین فکر کنم که میتونه جالب باشه. حالا من یه سری تجربیات شخصی بگم، نمیدونم حالا کار خوبی است یا نه، ولی پارسال من بعد از 3 سال رفتم تهران و قصه مدار شاید بامزه باشه. خب یه سری مدارک رو نداشتم، ولی کارت ملی جدید من صادر شده بود که بعد از مدت طولانی باید میگرفتم. خدمتتون بگم که حالا قصور از من بود، ولی خب پاسپورت همراه بود. به هر حال اون خانمی که متصدی بود لطف کرد و این کارت ملی رو داد و گفت 10,000 تومان، حالا قیمتی الان ندارم، صحبت 1 سال پیشه، 10,000 تومان شما باید بریزید به حالا حساب دولت. الان عنوان حساب خاطرم نیست، به خاطر دریافت این کارت که مثلا دریافت کردید و اینها. خب من چون مدت طولانی میرفتم، بعد از مدت طولانی ایران میرفتم، این کارت بانکی من منقضی شده بود. پس بعد پول نقد که همراهم بود پرداخت میکردم. پولی که همراهم بود خب درشت بود و 10,000 تومان امکانش نبود و حدود 1 ساعت طول کشید که من تونستم این مبلغ رو، یعنی خورد که نتونستم بکنم، ناچار شدم برم یک آب میوه 100,000 تومانی بخرم که مبلغ خورد بشه که 10,000 تومان رسیده بشه. و بعد اونجا دیدم هیچ راهی وجود نداره، چون مثلا کارتی ندارم که مبلغ رو پرداخت کنم. میخوام 2,000 تومان بعد پرداخت می‌کردم. مثلا یه بنده خدایی که همونجا کار میکرد که مشغول فوتبال بازی کردن بود با گوشیش، مزاحمش شدم، بین 2 نیمه زحمت کشید و با پرداخت مبلغ بیشتری اون 2,000 تومان رو برای من کارت کشید که من بتونم برم کارت ملی دریافت کنم و برم بانک و کارت بانکی رو زنده کنم. میخوام عرض کنم که اگر که تو این تجربه خوبی داری، ولی منم این تجربه بامزه رو دارم که میتونم مقابل همدیگه قرار بگیره. ولی
چیزی که اشاره کردی خیلی موضوع مهمیه. راجع به سلیقه صحبت کرده بودیم توی اپیزود اول. خیلی جالب، من این سری کامنت ها گرفتم که بچه‌ها محبت داشتن و اینو بهش اشاره کردن چون موضوع خیلی حساسی هم هستش. ببین من گفتم که دیزاینر میتونه سلیقه ایجاد کنه، مصادیقش هم خیلی تو ذهنتون هست. مثال مشهورش همین برند اپل و آیفون هایی که الان تو دست همه ماست و تو ذهن جامعه جهانی این است که آقا اسمارت فون خوب اپله که هر سال هم در واقع محصول جدیدش به بازار میاد و اینها. این حاصل یه پروژه دیزاینه. حالا در تبلیغات در چیز مخالفینم زیاده، ولی حاصل پروژه دیزاینه. اگر ما برگردم به همون صحبتی که عرض کردم، یعنی فلسفه وجودی، اگر فکر کنیم به قضیه چه فکت هایی وجود داره، اگر من دیزاینش رو قبول دارم که دیزاین خوبی داره، ولی چه فکت هایی وجود داره که آیا این بهترین دیزاین است؟ میدونین چه عرض میکنم؟ یعنی میخوام عرض کنم که بحث سرمایه گذاری، بحث تبلیغات، بحث رسانه، همه اینها ما رو به این باور رسونده که این بهترینه. میدونی؟ پس این یه مسئله است. ولی خب به هر حال جانی ایو و تیمش و اون تیم بزرگ در واقع اونها سلیقه رو به جامعه جهانی دادن. این یه بودشه. یه بود دیگه‌اش هم چیزی که با دفعه پیش صحبت کردیم این است که این سلیقه رو اگر دیزاینر نده کی میده؟ صاحبان قدرت، صاحبان سرمایه، حکمرانان و سیاستمداران این رو جا میندازن. الان یکی از بحرانایی که ما در ارزم بزرگ شما منطقه یک تهران داریم، شهرداری تهران، خونه‌هایی است که خب از دید بعضیا خیلی زیباست، ولی کاخ‌هایی که خب اینا عمدتاً هم نمای رومی دارن. میدونی؟ و در دید بیشتر در عمل مردم فرض کنید شهر تهران خوب اونه، زیبا اونه، درست اونه. میدونید اون سلیقه رو کی داده؟ اون سلیقه رو شهرداری داده، ارزم بزرگ شما صاحبان سرمایه دادن و دیزاینر در خدمت علاقمندی مردم بوده، در حالی که سلیقه‌ای داشته ترویج می‌شده که شاید از بیس غلط بوده. یعنی اگه شما مثلا با یک معماری که تازه کار حتی صحبت کنید، هیچ وقت همچین آثاری و همچین بناهایی و اینکه حالا ما پولدار همه جای دنیا هست و هیچ عیبی هم نداره، ولی اینکه همه خونه ها شبیه مثلا ورودی موزه لوور، خب این یه مقداری مسخره است با تابلوهایی که اصلا معلوم نیست چیه. میدونید این سلیقه از کجا میاد؟ این فکر از کجا میاد؟ این چه چیزی بوده در جامعه ما و در نگاه ما؟ بنابراین این سلیقه رو هم دیزاینر میتونه بده که ای کاش دیزاینر بده، و هم اونایی که در واقع صاحبان سرمایه هستن و سیاستمداران. یه نکته که بگو بعد توی من تجربه صحبت با مزه تو دیگه هم تعریف کنم بعدش. دو تا موضوع رو من دوست دارم اشاره کنم. یکی این که تو در مورد راهبرد صحبت کردی، یعنی در مورد بحث حکمرانی با اون نگاه استراتژیک توی بحث حکمرانی. به نظر من توی ایران یه بخش ماجرا به این برمیگرده، حالا یه سمت پیکان که سمت بزرگتره به سمت خود حکمرانی، یه بخشش به سمت مردمه، یعنی خود مصرف کننده هم اثر داره روی اون خروجی، روی محصول. ولی حالا من اون سمت حکمرانیشو میگم با تجربه شخصی خودم. من با یه مجموعه کار میکردم که به واسطه اون مجموعه توی یه پروژه ما با پروژه تهران من، اپلیکیشن تهران من تلاقی پیدا کردیم و اونا یه کمک تجربه کاربری از ما گرفتن، چون میخواستن اپلیکیشن رو بهبود بدن و یه کمک تخصصی میخواستن و ما یه کار پایش تجربه کاربری انجام دادیم. خیلی بهبودهای زیادی انجام شد، کلا هم اپلیکیشن خیلی خوبی و همینطور هم هی داشت بهتر میشد. چند تا جایزه بین‌المللی برده بود و اینا. و بعد من یهو مثلا تو خبر دیدم که این اپلیکیشن کلا برداشته شد و یه اپلیکیشن جدیدی اومد جای این گذاشته شد. حالا مستقل از این که چه تصمیم گیری، من تو لایه تصمیم گیری کاری ندارم و اطلاعات کافی هم ندارم که بخوام اونجا رو اون تصمیم‌ها رو قضاوت بکنم. و تو لایه مردم، تو لایه حکمرانی، تو لایه استفاده روزمره شهروندان، یه محصولی آدما ثبت نام کردن دارن استفاده میکنن، بعد از فردا دوباره بهشون میگن که شما دوباره برین تا یه محصول دیگه ای همه اون اطلاعاتی که دفعه وارد کردین رو دوباره اینجا وارد کنین. اون قبلیه دیگه کار نمیکنه و اینجا باید مثلا همه اون چیزا و محصولم از لحاظ کارکرد هیچ فرقی با قبلی نداره.
منظورم اینه که یه جایی این نگاه استراتژیک اصلا دیده نمیشه و حس نمیشه که این تصمیمه. چون مثلا مثالی که ویژن میزد این بود که آدما احساس میکنن تو فرآیند، احساس میکنن که همه چی داره میره به سمت اینکه آسان‌تر بشه، ساده‌تر بشه، یا اقلا حس کنن که داره تلاش میشه که این اتفاق بیفته. من فکر میکنم که خیلی جاها اتفاقا شبیه اینه، یعنی شاید سیستمه واقعا بعدم چیده نشده. مثلا سیستمی که الان برای مجوزهای شهری و شهرداری و اینا هست، حالا من چون پدرم معماره خیلی اطلاعات دقیقی هم دارم، یعنی که چطوری محاسباتش چجوریه، شهری طرح جامع داره، شما از یه چیزایی نمیتونی تخطی کنی. ولی اینکه در عمل چه اتفاقی میفته، اینکه این سیستم بحث استراتژیک که مازیار کرد به نظرم به این برمیگرده، اینکه مثل سیستم کلان دیده نمیشه، مثل یک مجموعه بزرگ دیده نمیشه، اینکه هر چیزی، هر تصمیمی روی تصمیم دیگه اثر داره. اینکه یه نفر میگه حالا من تو کوچه خودم، تو بنبست خودم، یا یه محله های از تهران، من یادمه که یه موقعی مثلا هوا خوب و دشت و سرسبز و اینا بود، الان اصلا نمیشه نفس کشید، یعنی از هر کوچه یهو 50 تا ماشین از یه بنبست میان بیرون. اینا اون اتفاق است، اینه که یه تصمیم یه جای گرفته میشه که اون تصمیم معلوم نیست که چطور گرفته میشه. و بعد من میخوام نظر شما بدونم به عنوان دیزاینر، شما فکر میکنین که واقعا ما دیزاینر چه نقشی میتونیم ایفا کنیم؟ یعنی من اینجا هم وسط بحثت، چون مثالی که زدی، ببین حالا چون در مورد باز شهرداری صحبت کردی، منم به مدت تو شهرداری کار کردم، تا خب خیلی حالا با کارهای ساختمونی و معماری و اینا با معماری منظر خب سر کار داشتم، ولی با این بحث ساختن خونه ها و اینا، عوارض و اینا درگیر نبودم، چون توی زیباسازی کار میکردم. ولی حتی سوال تو در مورد اینه که نقش دیزاینر چیه، نقش دیزاینرها این وسط چیه، من فکر میکنم که اولین کاری که طراحا، اگه بخوایم به ایران مثلا اونو محدود کنیم، طراحا باید انجام بدن اینه که بتونن مسئله رو باز تعریف بکنن. مثلا مازیار یه واژه دیگه به جای باز تعریف پیشنهاد کرد، منظورم پرابلم ریفریمینگ بود. فکر کنم تو یه مدل دیگه من باز توصیف عرض کردم، آره، چون فکر میکنم که آره تعریفش کار سختی بود. فریمینگ آره شاید باز توصیف بهتر باشه. چرا؟ به خاطر اینکه مثلا الان تو گفتی که مثلا یه جای تصمیم گرفته میشه، این به صورت دومینووار میاد یه تغییر مثلا حالا مثبت یا خیلی اوقات منفی رو ایجاد میکنه. بعد این مثال این خیابونای رو زدی که دیگه نمیشه توش زندگی کرد. بعد حالا من وصلش میکنم به بحث نماهای رومی و اینا که مازیار زد. خب اینا من وقتی که بهش فکر میکنم میبینم که از یک نوع مدل اقتصادی ناشی میشه. به چه شکل؟ به این شکل که اولا مثلا خیابونایی که مثال زدی، مثلا من یه مثال خیلی ملموسشو بذارم، مثلا خیابون نفت، اگه بدونید حالا قبلا چه شکلی بوده، الان چه شکلی شده، چه جوریه. خب این اتفاقاتی که درش افتاده توی مثلا 3 دهه 4 دهه اخیر و شکل خونه ها و ساختمانات چطوری تغییر کرده، حالا اگه با اونجا آشنا باشید خب میبینید از خونه های بزرگ ویلایی مثلا 1-2 طبقه تبدیل شده به این چیزی که میبینید که اصلا نمیشه تو حرکت کرد، اصلا نمیشه پیاده رفت. یعنی مثلا بعضی از پیاده راه به اندازه مثلا یه برای آدم که مناسب نیست، مثلا یه گربه رو شاید میشه رد کرد. یعنی شما با کالسکه بچه بری به هیچ وجه نمیشه، کسی ویلچری باشه به هیچ وجه نمیتونه، دو چرخه اصلا، خود ماشینا هم اونجا قفل میشن. حالا دلیلش دلایل متعددی داره. مثلا یه بخشش از این نماهایی هم که مازیار میگه خب اونجا زیاد دیده میشه، یه بخشش به خاطر اینکه خب از لحاظ طبقه اجتماعی که اونجا زندگی میکردن تغییر بسیار عمده اتفاق افتاده. یعنی مثلا اونجا جایی بوده که احتمالاً یه زمانی کسایی زندگی میکردن که نمیدونم مثلا طرف مهندس بوده توی شرکت نفت کار میکرده، الان اسمش از اونجا اومده و از این تیپ آدم، یعنی مثلا یه کارمندی که یه ذره تحصیل کرده تر و درآمد بالاتری داره. امروز خب اگر که مثلا برید اونجا یه ذره صحبت کنیم، مثلا کسی بزاز بفروشه، کسی نمیدونم قاشق چنگال از
چین وارد میکنه، یکی نمیدونم بنگاه معاملات ملکی داره، یکی کسی دیگه نمیدونم ماشین میفروشه. به تدریج به دلیل تغییر شرایط اقتصادی ایران طبقه‌ای که اونجا زندگی میکنن تغییر پیدا کرده. این یه بخش از تغییر مدل اقتصادی. یه اتفاق دیگه هم که افتاده توی شهرداری که الان اینو من چون توی مثلا بودجه و اینا بودم دقیقاً میدونم، اینه که شهرداری ها چون تبدیل به عنوان نماد عمومی خودگردان، یعنی شهرداری جای دولتی محسوب نمیشه، یه جایی که خود عمومی هست، یه سری چیزاش هم وزارت کشور نظارت داره که کی اونجا کار کنه، گزینش کنن و چی به چی باشه اینا، ولی بقیه‌اش که خودش خودشو داره میگردونه. حتی انتخاب شهردار اینا با شورای شهر اینا خیلی نمیشه بگیم یه جای دولتی، یه جای عمومیه و باید درآمدشو تأمین کنه. حالا توی کشوری که خیلی حالا صنعت و منبع درآمد وجود نداره و سیستم تجمیع مالیات هم اونجوری وجود نشه، تنها منبع درآمدش عوارضه. برای اینکه عوارض بیشتری بتونه بگیره باید بیشتر خونه بسازه. تنها چیزی هم که اونجا وجود داره زمین شهر دیگه، یعنی شما بیشتر بساز با تراکم بیشتر که من بتونم خودمو بگردونم و درآمد داشته باشم و بتونم به حیات خودم ادامه بدم. و این یه سیستم معیوب وجود میاره، یعنی در جهتی داره کار میکنه که کاملا منفیه. و من فکر کنم این آگاهی در خود مردم خیلی به وجود اومده، چون ما چند سال پیش که این بحث طراحی برای ایران رو سعی کردیم هاکاتون رو برگزار کنیم، که حالا من قبلا هم گفتم یه قسمتش به نظرم خیلی ما شاید خوب اول نکردیم چون اولی تجربه بود، ولی خیلی از مسائلی که مطرح میشد مربوط به همین مسائل محیطی بود. یعنی اصلا الان مردم کاملا آگاهن که چرا من باید برم در یک جای خیلی گرون قیمتی زندگی بکنم ولی نتونم تو پیاده روش راه برم. یعنی دیگه به این توجه نمیکنن که این ساختمونه توش مثلا این امکاناتو داره، استخر فلان داره، نمیدونم روف گاردن داره، فلان فلان فلان، از این مسائلی که میگن. به این مسائل محیطی خیلی حساس شدن. این بخش زیادی از کامنت هایی که ما گرفتیم در این مورد بود و فکر کنم این آگاهی در جامعه به وجود اومده. ولی به نظرم مسئله کلیدی که در دیزاینر رو باید بهش فکر کنن در ایران باز توصیف صورت مسئله است. یعنی شما در یک سیستمی که از لحاظ اقتصادی به این شکل تعریف شده چطوری میتونی کاری بکنی که تجربه و کیفیت زندگی آدما بهتر بشه. چون دیزاینرها خب قدرت شاید تغییر اون سیستم اقتصادی رو نداشته باشن، هرچند که من به نظرم نهایتاً اون سیستم اقتصادی هم مجبور تغییر پیدا بکنه به دلیل شرایطی که در دنیا وجود داره. یعنی چیزی نیست که پایدار باشه و مجبوره که این تغییر یک موقع اتفاق بیفته. ولی باید این آگاه باشیم به نسبت اینکه داریم در کجا زندگی می‌کنیم، چه سیستم اقتصادی حکم فرماست و چه نوع سواد بصری در مردم وجود داره و اونایی که سواد بصری اونایی که قدرت اقتصادی بیشتری دارن چه نوع سواد بصری دارن. برمیگردم به مثال اون ساعتایی که وحید گفت. اگه دوستان برگردم به قسمت قبلی که وحید فکر کنم توی قسمت فرهنگ بود که وحید گفت که مثلا یه لول بیایم پایین‌تر اصلا به سلیقه، بحث سلیقه نگاه کنیم. اگه اونو گوش کنید جالبه. اینا رو باید به عنوان واقعیت قبول کنیم، چون ما نمیتونیم همش رو تغییر بدیم، ولی باید بدونیم که خب این واقعیت جامعه ماست و حالا چه کار میشه کرد. خب مثلا یه کاری که میشه کرد اینه که سواد بصری رو افزایش داد. به نظر من یکی از کارها به نظر شما ممکنه خیلی رویه برسه، شاید اون نوع تجربه خدمات دولتی و مسائل پیچیده‌تر که بیشتر به تجربه مردم زمانی که با سیستم‌های حکمرانی دارن کار می‌کنن مرتبط میشه، مسائل حقوقی قوانین که اشاره کردید به نظر مسائل عمیق‌تری میاد. ولی حتی اگر اون رویه بصری هم بتونه تغییر پیدا بکنه، به نظر من یک گام خیلی خیلی بزرگه. یعنی اون الیت اقتصادی که چندان سواد بصری خوبی نداره حداقل ما سواد بصریش بهتر بشه. هرچند به نظر میشه نسل به نسل مقدار خب بچهای اونا چون آزادی اقتصادی بیشتری دارن بهتر میشن، که من یعنی احساس میکنم آگاهی نسبت به مسئله خیلی خیلی بیشتر شده. حالا ببخشید که پریدم وسط بحثتون. نه خیلی کار خوبی که دو سه تا چیزو به ذهن من آوردی. یکی اینکه این بچه‌ها رو مثال زدی، حالا نمیخوام که استریوتایپ بسازم، ولی اتفاقا با یه موجی از معماری و شهرسازی در ایران مواجهیم که عنوانش هم پینترستیه و من میبینم که شاید معمارا و شهرسازایی که خیلی با تجربه نیستن، خیلی بومگرا نیستن، یک تصویری که مثلا یک ویلایی که در اسپانیا و با یک معماری منطبق بر اونجا ساخته شده و عکسش تو پینترسته، میان عین به عین پیاده سازی میکنن
و تبدیل میشه به یک کافه‌ای در تهران که نه اون اقلیمو داره نه اون فرهنگو داره ولی زیباست. این پنجره هایی که بالاش یه قوسی داره، دیوارا رو سفید میکنن، یه حالت سنتورینی میدن به ماجرای. یعنی با این موج هم ما مواجهیم که به جای اینکه ببینیم اون دیزاین بومیمون چیه، اون معماری بومیمون چیه، اون شهرسازی بومیمون چیه، اون چیزی که با فرهنگ ما به فرهنگ ما منطبقه، اون اصلا چیه. حتی راه حل مسئله شو توی هلند یک کلمه هست به اسم پولدر مدل. پولدر این زمینایی که سد زدن از زیر آب اومده با بیرون و این خشک شده و استفادهش میکنن، کانال داره، اون مردابی که خشک شده رو میگن پولدر که روش کشاورزی میکنن یا سکونت میکردن. و برای اینکه بتونن اینو به وجود بیارن مردم باید با همین کار انجام میدادن. و الانم این واژه کلا توی فرهنگ، اقتصاد، حکمرانی اینا وجود داره. این کلمه پولدر مدل به معنی اینکه ما دست جمعی یه کاریو بکنیم و همین شده الگوی کوکرییشن. یعنی کوکرییشن تو هلند خیلی جواب میده چون این یک پیشینه فرهنگی داره و آدما اصلا مایل به مشارکت هستن، مایلن که بیان و سهمشون رو از یه چیزی بگیرن، مایلن که یک چیزی رو پیگیری کنن. من یادمه که دوباره کالچر شاک بگم براتون، اومده بودم اینجا یه برنامه بود توی دانشگاه، من هم تو اینو رجیستر کردم و بعد دیدم که این برنامه در حقیقت میخوان یک ساختمان جدید بسازن از همه آدم ها که تو شهرن و تو اطراف اون منطقه هستن دعوت کردن، حضور آدم ها آزاد بود، پرزنت کردن که خب این ساختمون چیه و قراره چیکار کنه و این قیافش و اینا، خب حالا همه نظرتون رو بگین. و آدما نظرشون میگفتن، مثلا من فکر می‌کنم که چی بهتر در مورد یه ساختمانی که داره ساخته میشه و اونا هم یادداشت کردن، دسته‌بندی کردن، قشنگ یک کارگاه بود، کارگاه کوکریشن در مورد یک ساختمانی که قرار ساخته بشه. و این فرهنگه منطبق بر اون رفتاری که مردم دارن و منطبق بر اون کاری که سیاستگزار میخواد انجام بده. همه اینا در راسته هم. تو ایران چطوره؟ فرهنگ زندگی شهرنشینی ایرانی چطوره؟ مثلا ما نایف لایف داریم، این کجای معماریمون دیده شده؟ کجای شهرسازیمون؟ ما هوای گرم داریم، این کجا دیده شده؟ شاید بشه مثلا انگشت شمار مثال زد، جایی که آدم میگه خب من میرم اینجا. اتفاقا یک قلعه باستانی مستندی من میدیدم در مورد یک قلعه باستانی در شهر بیازه در مرز بین اصفهان و یزد، خور و بیابانک. اونجا یک قلعه خیلی قدیمی هست و این داشت نشون میداد که مردم چجوری اینجا زیست میکردن و این کوچه های باریکی که اینا داشتن، این تاقه هایی که داشتن، مردم اصلا در معرض آفتاب قرار نمی گرفتن، همش داشتن از یه دالون‌های جابجا می‌شدن و این جریان هوایی که وجود داشته و اینا رو خنک می‌کرد. در حالی که ما یا بحث بافت گیاهی یک شهر اصلا بر اقلیم ما منطبقه یا نیست. یعنی به نظرم سلیقه بصری یه بحثه، ولی یه بحثم اینه که فقط اینکه زیبا باشه کافی نیست، اینکه منطبق باشه هم کافی مهمه، اهمیت داره. من اینجا یه خلأ آموزش هم میبینم، یعنی شاید اصلا یه جلسه باید در مورد دیزاین و آموزش صحبت کنیم. واقعا بحث آموزش یه چیزیه که من حس میکنم خلأش چه برای دیزاینرهای که آموزش میبینن، چه برای اینکه مردم رو ادوکییت برای عموم. دقیقاً آره. برای عموم باید تعریف بشه مناسبش چی میشه. منم نگیر این بحث آموزش هم دقیقاً می‌خواستم بهش اشاره کنم. حتما باید یه دفعه صحبت کنیم راجع به آموزش، تجربه که خودمون چون اینجا درس خوندیم میتونیم بگیم و تجربه درس خوندن در ایران و یا کار تو دانشگاه و اینها که چه اتفاقی میفته. همیشه بین واقعیت زندگی و واقعیت کار و خدمتتون بگم دانشگاه فاصله‌ای هست. منتها چطور در بعضی جوامع این فاصله کمتر شده و چطور مثلا این گپ در جامعه ما زیاده و من این اصلا اجازه بدین واردش نشیم چون خودش واقعا یه جلسه حداقل میگیره. اما همینی که گفته مثلا این لیوینگ لب‌ها یا آزمایشگاه‌های زنده توی هلند چند تا نمونهش هست. یکی از معروف‌ترینش مثلا توی دانشگاه آیندهوونه که لیوینگ لب در حقیقت جاییه که برای تست کردن ایده های مربوط به
بیلد انوایرمنت ها، این محیط های ساخته شده ساخته میشن. یه پروژه بود که من شانس آشنایی با اون پروفسورش رو داشتم و پروفسور ساتین، این اولویاس اسمش، اینا روی این کار کرده بودن که مثلا اینکه ساختمون هوشمند باشه، نور به صورت هوشمند مدیریت بشه، اینکه گرمایش هوشمند مدیریت بشه. منتها اینو نیومده بودن همینجوری حسی انجام بدن. کیس هم انجام داده بودن توی چند تا از این ساختمونا، کیس هم انجام داده بودن، ولی اینو پیاده هم کرده بودن. یعنی یه محیطی رو اصلا ساخته بودن که این بره اجرا کنه، ببینن نتیجهش چیه، واقعا در اجرا ببیننش. یعنی درسته، قبول دارم که فاصله بین دانشگاه و صنعت هست و یه فرقی هست، ولی فاصله احساس میکنم که توی اروپا، نه حداقل تو هلند که میدونم، خیلی کمتر از اون فاصله‌ای که تو ایران. من واقعا احساس میکنم که اون چیزی که تو دانشگاه، اون جریانی که تو دانشگاه، حداقل دوره دانشجوی من، شاید الان فرق کرده باشه، اون جریانی که تو دانشگاه بود و اون جریانی که در صنعت بود و اون جریانی که در دنیا بود، یعنی فاصله خیلی زیاد. منم یه تجربه خیلی مختصری دارم، امیدوارم حالا اگه دفعه بعد با موضوع صحبت کردیم عرض کنم، حالا چه تو دانشگاه چه توی صنعت اینجا، و حالا با تجربیاتی که باز تو ایران داشتم بهش اشاره کرد که تفاوت چیه و چطور این فاصله کمتر میشه. ولی بخوام کم کم برم توی جمع‌بندی به عنوان بخش آخر، ما موضوعمون موضوع نقد دیگه. وقتی که تو موضوع نقد هستیم، یعنی جنبه‌های مثبت و منفی پدیده هر دو رو باید با انصاف تا جایی که میشه بگیم. چون ممکنه بعضی از مثلا یا بیشتر مثلا از خارج کشور باشه، نباید این فضا به وجود بیاد که اینجا هر چی هست درست است و هر چی در ایرانه بده، یا بالعکس اینجا همه چی مثلا بده، هر چی تو ایرانه مثلا اون درسته و بهشته و فلان. هر جا با توجه به شرایط زمانه به هر حال میتونه مورد نقد قرار بگیره. فکر کنم پیدا کردن مثال‌های درست و بیان ایده‌های درست میتونه به ما کمک بکنه. همین پروژه جوگبیا که پروژه شخصیشون نیست، یعنی پروژه وایت هاوس و کاخ سفید، خیلی من نقد دیدم که آدمای به هر حال سرشناسی روش نقد نوشتن، یعنی از جامعه دیزاینرها. و حالا این باز چون بحث ما هم تو سطوح مختلفه دیگه، باز تو بحث حکمرانی و استراتژی اینا بود، و حتی بعضی که تخصصشون هست روی یو آی یو ایکس وبسایت ها شروع کردن نوشتن. یعنی تعداد نقدایی که دیدم واقعا قابل توجه بود. یه تجربه هم من دارم، حالا در یک سطح دیگه خیلی خیلی مختصر میخوام بهش اشاره بکنم، به خاطر اینکه میتونم سوالا رو حدس بزنم که خب حالا الان وظیفه دیزاینر چی میشه. حالا ما مثلا باید بریم به حکمرانی نفوذ کنیم که خب اونجا ممکنه راهمون ندن. اگرم که بیایم خودمونم که فقط هم به قول بیژن فقط در سطح بصری و اینا شاید اگر بتونیم کاری بکنیم و این حرفا. ولی یه تجربه دیگه هم هستش که میخوام خدمتتون عرض کنم، اون این که من خودم توی برنامه تلویزیونی خیلی سال پیش همین چون برنامه تلویزیون زنده بود همین رو عرض کردم که آقا آیا در هیچ کدوم از این سازمان‌های ما در شهرداری ما غیر دیزاینری هست و آیا این دیزاینرها به کار گرفته میشن برای حل مشکلات یا نه. اتفاقا اون برنامه باعث شد که دفتر شهردار من دعوت کنه به یه مجموعه جلساتی و منم خیلی جوان‌تر و باحوصله‌تر بودم، با کمال میل پذیرفتم. توی دفتر شهردار تهران و آدمای درجه اولی هم اونجا بودن. یعنی فکر نکنیم مثلا آدم‌های لزوما تو سازمان‌های ما هستن که هیچ چیزو نمیفهمن و از این داستانا. ولی خدمتتون بگم که به کمیته دعوت شدم، اسم کمیته اخلاق. اما کار کمیته اخلاق در واقع این بود، اینطور ما تعریف کرده بودیم که چطور به واسطه دیزاین ما بتونیم سطح تنش رو در جامعه کمتر کنیم، یعنی آدم‌ها کیفیت بهتری داشته باشه زندگیشون در شهر. چطور دیزاین میتونه این کارو کنه؟ به طور مثال اگر که جای پارکینگ درست طراحی بشه، اگر محورهای ترافیکی درست طراحی بشه، خب این فشار کمتره، این زندگی احتمالاً لذت بخشتر میشه، زندگی در شهر تهران. یعنی با این ایده در دفتر شهردار و کارهای و آدمای بزرگ اونجا می اومدن که حالا خیلی چهره شناخته شده هم هستن و حرفای خیلی خوبی زده میشد و کارهای خیلی خوبی صورت گرفت و داشت که پیش میرفت. به دلیل کاملا سیاسی شهردار استعفا کرد که حالا دیگه الان چون بخشی از تاریخی میشه گفت و توی اخبار و همه جا هست. و خدمتتون بگم که
و طبیعتا همون تلاش‌ها و همون آدم‌ها و همون تیم‌ها پراکندند و شهردار تهران به حال متهم شد به قتل همسر دومش که این پدیده شاید هر 100 سال یه بارم در تاریخ ایران نیفته. این اما جالبه. چرا جالبه؟ به این خاطر که خب میتونه یه مثالی باشه که خب آقا پس رفتیم و تلاشمون هم کردیم و این کلا تباه شد. که این درسته توی حکمرانی و توی سیاست که میری این گرفتاری ها پیش میاد، ولی کن من فکر میکنم تمرکز جامعه طراحی ما دست کم فعلا تو شرایط پیچیده اجتماعی سیاسی که ما داریم باید روی بخش خصوصی باشه و روی نهادهای خصوصی یا نهادهای کم تعداد، حتی با دوستان تو مشابه همکاری که ما داریم میکنیم، به خاطر اینکه بشود تلاش هایی کرد و بعد از پیوستن این تلاش ها کار به جایی برسه. طبیعتاً به خاطر اینکه لایف استایل عوض شده، شرایط جهانی عوض شده و جامعه ما عوض شده، حکمرانان هم مجبور به پذیرش ایده ها و فکرهای تازه هستند و این تلاش های ما فکر میکنم دست آخر منجر میشه به تغییر سیاست ها. این هم یه تجربه شخصی بود، دوست داشتم خیلی مختصرا بهش اشاره کنم. من ایده‌تو خیلی دوست داشتم که خارج از در واقع قدرت بشه کار کرد، چون مثلا چیزی که در مورد همین آقای جو گبیام اتفاق افتاده، البته میگم حالا قضاوت‌ها متفاوته که کار مثبتی یا منفیه، ولی خب واقعیت اینه که خود اون دپارتمان که برای افیشنسی تأسیس شدم توسط کسی بنیان گذاشته شده که کاملا ذهن تجاری داشته. خب اونم یه نفر از بخش خصوصی آورده، قبلش حالا احتمالاً به این شکل نبوده، شاید حالا بوده، میگم من چون خیلی رو تاریخش دقیق نشدم، ولی واقعا به این شکل یک پارچه من ندیده بودم که توی آمریکا مثلا بهش نگاه کنن. پس بنابراین این دیدگاه وجود داشته. زمانی که حالا فرصتش به وجود اومده توی سیاست وارد شده و الان میخواد تأثیر بذاره. حالا مثبت و منفیش رو نمیدونیم، زمان بهش پاسخ خواهد داد، ولی این راهکاری که میگی درسته. یعنی فکر میکنم خودش میتونه کمک کنه به جواب دادن به سوالی که نگین پرسید، دیزاینرها چی کار میتونن بکنن. حالا من اون قسمت در واقع بصری رو هنوز به نظرم خیلی مهمه، یا چیزای سطوحی که با آدما در ارتباط مستقیم هستن و احساس میکنم این برخلاف چیزی که ما فکر میکنیم مهم نیست، ولی گاهی اوقات میتونه اصلا رفتارم تغییر بده. اون تئوری که در مورد پنجره‌های شکسته میگن که خیلی توی سوشال مدیا 15 سال پیش پخش شده، در چند وقت دوباره میاد وایرال میشه، که حرف غلطی هم نیست. یعنی لزوما به دلیل وایرال شدنش چیزی نیست که حرف نیست که اشتباه باشه. به نظر من مهمه، ولی اینکه خب اگر در حالت ایدئال ما بخوایم یه راهبرد برای دیزاین داشته باشیم، این راهبرد چه شکلی باید باشه و این چیزی که فکر کنم ما بتونیم در موردش بعداً صحبت کنیم. حالا میتونه مثلا گام بعدی توی قسمت بعدی صحبتمون باشه. اصلا خب فرض کنید که شرایط ایدئالی به وجود اومد، اصلا یه نوع حکمرانی اومد که اقتصاد مدرنی رو آورد که از این حالت در اومد، مدل اقتصادی شهر و مدل اقتصادی کشور اصلا تغییر پیدا کرد. خب الان میخواد چیکار کنی؟ آیا پاسخی براش دارین؟ و میشه روش کار کرد. من به نظرم با این ایده‌ای که بازیار داد کاملا موافقم. البته حرف تو رو قطع کردم نگین، من دیگه ساکت میشم. ببخشید من فقط یه جمله بگم که بیژن همون الان نگین اینو شاید دقیق‌تر میدونه. قبل از این مرحله که گفتی که حالا حتما قابل بحثه و بعد روش فکر بکنیم، تلاشایی هم که همین الان شده، حالا نمیخوام اسم ببرم، ولی روی پلتفرم‌های ایرانی ارزم بزرگ شما، بچه‌هایی که توی یک دهه اخیر به ویژه توی استارتاپ‌ها و بخش خصوصی فعال بودن در زمینه دیزاین، حالا چه توی سطح مثل یو آی یو ایکس و غیره، چه در کارهای استراتژیک طرح سیستم و اینا، واقعا کارهای انجام دادن. نمیگم خیلی تعداد زیاده یا خیلی موفق و اینا، ولی تجربیاتی شده که ما پیش از این نداشتیم. واقعا الان میتونم بگم یک سطح الان بالاتر رفتیم و یه مقدار کار دیزاینر معنا پیدا کرده یا معنای بیشتری پیدا کرده، چون محلی از اعراب داره و به اقتصاد متصل شده و بچهای زیادی الان در زمینه دیزاین در ایران فعالن. منم بیژن میخواستم ازت بخوام که جنبندی تو بکنی. نمیدونم که صحبتی که کرده جنبندی بود یا چیزی میخوای بهش اضافه کنی یا نه؟ تقریبا جنبندی بود دیگه. یعنی من سعی کردم که پل بذارم به بحث بعدیمون توی بحث سطح راهبردی. البته من خیلی دوست داشتم این جلسه در مورد اون همون هویت بصری هم صحبت بکنیم،
ولی فکر نمی‌کنم الان فرصتش باشه، میشه در موردش بیشتر صحبت کرد، چون نباید چیزی هست که نباید دست کمش گرفت. یعنی گاهی اوقات اون فرم میتونه محتوا رو هم تعریف بکنه، یعنی چیزی هستش که باید یه ذره بیشتر بهش فکر بکنی. ولی واقعا جنبندی من همین بود که اگه بخوایم که به عنوان طراح یک نقشه برای خودمون تعریف بکنیم، یکی این باز توصیف صورت مسئله مهمه که بپذیریم شرایط واقعی چطور، بر اساس اون ما میتونیم چی کار بکنیم. و دوم همینی که خب آماده هم باشیم که اگه تغییر اتفاق افتاد یه راهبرد داشته باشیم. و خب تمام این صحبتام که تا به اینجای کار کردیم، همونطور که مازار گفت، به این معنا نیست که مثلا تا به حال هیچ کاری انجام نشده، به هیچ وجه. خب من فکر کنم ما الان نیروی متخصص واقعا خیلی زیاد داریم، چه داخل کشور چه خارج کشور، تو همه سطوح، از یو ایکس دیزاینر گرفته تا پروداکت دیزاینر تا طراح خودرو تا طراح خدمات. این سیستم در واقع نیروی انسانی رو داریم، ولی شاید سیستم کلی و راهبردیه که اینجا ما کم داریم و باید بهش فکر بکنیم. جنبندی که من تونستم بکنم این هستش. خیلی ممنون ازت. من خیلی موافقم. دوباره از دید من همون بحث مرغ و تخم مرغ است. یعنی فکر میکنم که همین مثلا موضوعات استارتاپی که پیش اومدن، حالا باز حوزه‌ای که من بیشتر تخصص دارم، حوزه فینتک یا اپلیکیشن های مالی، حوزه مالی، قبل از اون وجود نداشتن و شاید انحصار وجود داشت توی بحث محصولات مالی. و به دلیل اینکه بازارش به وجود اومد و به دلیل اینکه فشار به وجود اومد برای باز شدن مسیر، کم کم شکل گرفتن فرآیندهای مالی که قبل از این نبودن. مثلا شما وام گرفتن های نوین که حتی اون بحث‌های لیگالش، بحث‌های قانونیشون خیلی پیچیده است. شاید کاربرا حتی اینو ندونن که شما یه چیزی رو، یه وامی اول ماه میگیری، یه گوشی میخری و بعد باز پرداخت میکنی، از لحاظ قانونی تو سطح ملی چقدر کار پیچیده‌ای که این بشه حالا اون بحث‌های شرعیش و اینا رو حل کرد که بشه قانون‌گذاری کرد، بعد بشه API هایی رو نوشت، خدماتی از سرویس‌های دولتی گرفت. ما همین الان، همین لحظه سرویسی نداریم که اطلاعات یک نفر رو یه جا به ما بده. مثلا اطلاعات مسکن با اطلاعات شناسنامه با اطلاعات مالیات، اینا یه جا با هم نیستن. هر کدوم از این سرویس ها رو یکی از جاهای دولتی میده. در نتیجه منم با این موافقم که اینکه ما مثال هایی زدیم معنیش این نیست که تو ایران هیچ کاری نشده، معنیش این نیست که خارج از ایران گل و بلبل، همه جا تجربه خوب و بد وجود داره. در مورد ایرانم خیلی باهاتون موافقم و میگم بازار که باز شده، این پوزیشن ها به وجود اومدن چون نیازش وجود داشته. یعنی ما به دیزاینر احتیاج داشتیم که بیاد یو ایکس دیزاین انجام بده که این اپلیکیشن کاربری بهتری داشته باشه که بتونه مشتری بیشتری به خودش جذب کنه. اتفاقا به نظر من این نیروی محرکه خوبیه برای یه محصول که باعث بشه که آدما به خاطر اینکه بخواد مشتری بگیره مجبور بشه که خیلی خودش رو ارتقا بده. من سراغ وحیدم برم. قبل از اینکه جنبندی خودم بگم، وحید تو بیشتر شنونده بودی امروز، دوستان بدونم جنبندی چیه و میدونم که یه چیزایی در مورد دیزاین میخوای به مخاطبینمون بگی. بله ممنون. ما یه مثالی از معماری و حالا طراحی صنعتی و بعد UI UX زدیم. من فکر می‌کنم جای مثالایی از گرافیک دیزاین خالیه. تو حوزه گرافیک دیزاین خب یه سابقه طولانی ما داریم و خب خیلی کارهای خوبی انجام شده. توی این سالا هم فکر می‌کنم خیلی خیلی پیشرفت داشتیم. حداقل چیزی که من می‌بینم، حالا من تا حدی با جامعه گرافیک دیزاینر ارتباط داشتم و دوستانی دارم تو، اما اینکه حالا چقدر این بیاد توی سطح ملی، بیاد توی سطح خدمات دولتی و اینا، خب مطمئنا هنوز جاش خالی است. اما وقتی میخوایم در واقع نکات مثبت رو بگیم و مثال مثبت رو ذکر کنیم، ما بچهای طراحی صنعتی یکم از این فضای گرافیک دیزاین فاصله داریم و یکم ایزوله هستیم داخل خودمون، ولی توی اون فضا خیلی خیلی کارهای مثبتی انجام شده. به نظرم حتی حالا مثلا تو کافه مثال زدی یا فضاهای این مدلی، من نمونه‌های خیلی زیادی سراغ دارم که واقعا یه هویت
مدرن و معاصر و همزمان ایرانی توشون میبینم. آره توی مثلا نمیدونم مثلا توی بحث بومگردی توی یا معماری ویلاها و اینها خیلی اومدن کپی شده از مدل‌های یونانی جدیدن الان چیزی که خودت گفتی و قبلا هم که حالا نماهای رومی و اینا بوده. اما توی گرافیک‌های محیطی خیلی به نظرم مثال خوبی میشه زد. میتونیم شاید اینو توی اینستاگراممون نمونه‌هاشو بازنشر کنیم. اما فکر میکنم دیگه بحثمون رو جمع کنیم. اگه نکته‌ای نیست من میخوام آدم‌ها رو دعوت کنم به اینکه مشارکت کنن. اولا اینکه لایک کنن. کلا جامعه دیزاین جامعه خیلی کوچیکیه. ما هم البته تا حدی خب شناخته شده هستیم، چندین سال داریم کار میکنیم، ولی این فضای پادکستمون فضای جدیدیه. اگه توی یوتیوب ما رو میبینن لایک کنن یا شیر کنن با دوستاشون. اگه توی کست باکس میشنون اونجا هم همینطور سابسکرایب کنن. اینستاگراممون رو فالو کنید. اینا همه در واقع با آیدی زاین یا زاین داتایار میتونید پیدا میکنید. توی کانال تلگرام معمولا اخبار جدیدمون رو میذاریم و شاید یه سری مطالب اضافه. و یه توضیحی میخوام راجع به پلتفرم اصلی زاین بدم که سایت زاین داتایار هست. اونجا شما میتونید در واقع عضو بشید توی سایت ما و اگر فکر میکنید دغدغه‌ای دارید که میتونید با بقیه به اشتراک بذارید، میتونید اینجا مطلب بذارید و بعد از حالا یه بازبینی تایید میشه تمام در واقع راهنماها گایدلاین‌ها برای اینکه چطور عضو بشید، چطور مطلب خودتون رو اضافه کنید توی وبسایت زاین هست. دیگه توی وبسایت زاین ما یه دیزاین دیکشنری داریم که واقعا ارزشمنده که تعداد زیادی از ترم‌های دیزاین از یه کتاب خیلی معروف به همین نام اونجا ترجمه شده. و اینکه همین دیگه من فکر میکنم ما اینجا داریم هر کدوم دغدغه‌های خودمون رو دنبال میکنیم و کسایی که توی هر زمینه‌ای توی حوزه دیزاین دغدغه‌ای دارن و فکر میکنن که میشه با بحث و با گفتگو ازش نتیجه گرفت و اثرگذار بود، بیان صحبتشون رو حالا چه به شکل کامنت چه به شکل خصوصی برای ما بفرستن. میتونیم بیان داخل همین پادکست با هم دیگه صحبت کنیم، گفتگو کنیم و ما امیدواریم که فقط اینا در حد گفتگو نمونه. یعنی همین بحثایی که تو حوزه‌های فرهنگ و حوزه‌های در واقع قانونگذاری و دولت و این چیزا میکنیم، امیدواریم که یه موقعی فضا خیلی بازتر بشه و اینا اثر خودش رو بذاره. همونطوری که در طول سالیان گذشته با تمام موانعی که وجود داشته بالاخره بچه‌های دیزاین تونستن کارهای مثبتی بکنن و اثرگذار باشن. ما هم میخوایم یه در واقع یه نیرویی باشیم، یه انرژی باشیم این وسط که بقیه جمع میکنه و یه در واقع سینرژی ایجاد میکنه و میتونه اثرگذار باشه. خیلی از همه ممنونم. امیدوارم بیشتر دنبالمون کنن، اپیزود بعدیمون رو بیشتر ببینن و خیلی ممنون ازت وحید. خیلی نکات خوبی رو گفتی، معرفی خیلی خوبی کردی. واقعا ایده که از ابتدا ما تو زاین دنبال میکردیم این بود که همه بتونن تو شریک باشن و یک چیز یک طرفه نباشه. واقعا یک به دنبال یک جامعه پژوهش دیزاین شکل دادن به یک جامعه بودیم، نه یک جایی که بخواد یک طرفه محتوا تولید کنه. بیژن جان آره من جنبندیمو کردم، فقط یه چیزو یادم رفت بود بگم، اینکه از من پرسیدید این دفتر طراحی در دولت انگلیس رو چطوری میشه محتوا شدید. شما اگه که برین توی یوتیوب یه کانالی هست همون اسم وبسایتشونه gov.uk و بعد توی قسمت پلی لیستا برین ریسورس های بسیار جالبی دارن در مورد پروسه طراحی، در مورد طراحی خدمات، در مورد یوزر اکسپریانس و فکر کنم برای کسی که بخواد تو بخش عمومی در واقع کار بکنه، حتی خیلی هاش هم میشه تعمیم داد به محصولات تجاری، کانتنت های بسیار بسیار خوبی دارن. و خب قبلا این اسمش GDS بود، الان دیگه همش در قالب همون gov.uk تعریف میشه و قبلا یک دفتر بود، الان من دیدم که تبدیلش کردن به Government Design Community، یعنی کامیونیتی از دیزاینرها که تو بخشای
دولتی جای مختلف کار میکنن. فقط همینو من فراموش کرده بودم بگم، اومدم که بگم. خیلی ممنون ازت. منم جنبنده خودم بگم. من خودم یه جواب شخصی برای سوالی که از بیژن و بقیه پرسیدم دارم که یک دیزاینر چه نقشی میتونه ایفا کنه، مخصوصا وقتی که شاید مثلا مهاجره یا وقتی که شاید راهی به اون لایه حکمرانی نداره یا نمیتونه در اون لایه حکمرانی ایفای نقش کنه، چجوری میتونه مؤثر باشه و چجوری میتونه اثرگذار باشه. حقیقت دیزاین برای من اون جوابیه که برای این سوال پیدا کردم. فکر میکنم که با همین جمعای کوچیک، با همین حرف زدن در مورد این موضوع، با سوال پرسیدن، فکر میکنم یه دیزاینر اولین کار که میتونه بکنه اینه که سوالایی رو بپرسه که دیگران نپرسیدن. سوال خوب رو بپرسه. خود سوال موتور محرکه میشه که آدما برن دنبال جوابش، برن و سعی کنن که راه حل رو پیدا کنن. تلاش ما تو دیزاین اینه که این سوالا رو بپرسیم، این مسائل رو مطرح کنیم، منابع رو معرفی کنیم و به کمک بقیه هم احتیاج داریم برای این، چون ما همه دانش دنیا رو نداریم. ما هر کدوم دیزاینرایی هستیم که یه گوشه کوچیکی از این دنیای بزرگ دیزاین رو روش کار کردیم. نمیتونم حتی بگم شناختیم، چون عمرها باید بگذره، وقتها باید صرف بشه، جونها باید داده بشه که یک چیزی ساخته بشه و یک اتفاقی اون اتفاق بیفته. امیدوارم که ما هم بتونیم سهم کوچیکی تو افتادن اون اتفاق برای دیزاین کشورمون، حالا در حد همین کشورمون ببینیمش، بتونیم ایفا کنیم، بتونیم یک مسائلی رو مطرح کنیم که دیزاینرهای جوان‌تر برن دنبالش، برن ببینن که چجوری میشه این مسیر رو هموار کرد. خیلی ممنونم از شما مخاطبینی که تا این لحظه همراه ما بودین، به ما گوش دادین. خیلی خوشحال میشیم هر باره که شما به ما گوش میدین، ما رو لایک میکنین، به اشتراک میذارید. ممنون ازتون و پایدار و زاینده باشید. شب و روزتون خوش.